درود و 200 درود به اسوابرین، سوابرون، سوابر توی خونه، بیرون خونه و میان خانه ای. با عرض ادب با یه برنامه سوپر. چی شد؟ چی افتاد؟ داشتم خدا تنظیمات آخر رو میکردم. مصلحت افتاد؟ مصلحت افتاد؟ سلام، ما برگشتیم. خیلی هم خوب و نرم. آره خیلی کوتاه. برنامه‌ای که داریم بگو سوپر وحشتناکه. سوپر وحشتناکه. یکم میترسم حقیقتش. توضیح بده قراره چیکار کنیم؟ قرار که کامنت های منفی در مورد تو، من و آره هیتیه که کامنت ها رو بخونیم. آره میریم برمیگردیم هیت کامنت ها رو میخونیم. خب بعد یه وله زیبا برگشتیم. یه ذره من میخواستم راجع به هیت اول صحبت کنیم. تو خودت کامنت هیت و اینا میدی؟ من اصلا من ببین دیگه باید انقدر با یارو حال کرده باشم و با چیزی که گذاشته که مثلا چیز بدم، کامنت خیلی خوب بدم، کامنت لاف که ولی اصلا وقت نمیذارم که دیس کسی رو بقام تو کامنت بدم. من خیلی علاقه دارم. حالا آخری صحبت میکنیم. من خوراکم اکانت مخفی و فوشه. پیجای مهران روشن رو 2 ماه دنبال میکنم. پیجای مهران روشن کلی دنبال میکنم که کامنتم باز شه که بتونم دیس رو بنویسم. یعنی اصلا دل دادم، یعنی تو اون راه ممکنه فنش بشم. واقعا وقت میذاره واسه این کار. وقت من بکنم مثلا زن مهران روشن براش اونقدری که من وقت گذاشتم تو زندگی وقت نذاشته. باورت نمیشه. بریم مستقیم سر کامنت های منفی. مستقیم بریم دیگه. باید بریم بالاخره. کامنت داده که داداش تو با افکتم قدت کوتاهه. بچه بیا پایین کسچه. یه داداش تو با افکتم قد، واقعا من قدم کوتاهه. یعنی فکر کنم اگه مسی نبود باورت نمیشه ما قد کوتاها واقعا خیلی دیگه ناراحت. آخه چه افکتی؟ یعنی مثلا اون افکتم بذاری میگیری. نمیدونم مسی که میگن تام کروز چونگاشات هم قد من بوده این همه زمان. دروغ بوده همه. بالا پایین میکرده از زیر میگرفتم. من همیشه عمم میگفت لیلا فروهر رو از زیر میگیرن توی شو 78 گنده میشه. یعنی چی؟ میدونم عمه ما میگفتن دیگه. میگفتن که مثلا این قدش خیلی کوتاهه. خب بعد از زیر زاویه میگیرن. مثلا اونجا که میگه چی صدا کنم تو رو تو که از گل بهتر که قدش تو بزرگ میافته. من از زیر باید بگیری. منم خدمتش بله ایشون بود. میگه خلصه هم نشدیم بریم میلان. یعنی چی؟ خلصه هم نشدیم بریم میلان. خیلی عمقش بالاست. تیر و تاریک پشتش. میگه کلاگیس جدید مبارک. بهزاد میگم سپر کچل تخمی با چسب 123 میچسبونی شبیه موهای زیر بغل منه. موهای زیر بغلت خیلی لخت و خوبه چون که این بستری موها رو عمو امید میره از سراسره. مثلا من میدونی که موها میدم کشت کنن. مثلا موی یه استادی بوده دقت میکنیم که این استاده فقط میرفته مطب میومده شامپوی هد اند شولدرز سخار میزده. بعد الان یهو اینجوری میاد تو باد موهای طلاییشو میبره چسبه. ولی من یه شکایت دارم. شکایت میگن این که چطوریه که هی موهات جدید که میشن سفیدای توش بیشتر میشه دیگه. اینم سفید میشه. اون موه کجا فهمیدم؟ آفرین موه از طریق موه. میفهم عشقم تو با تو زندگی کردن کلاگیس هم سفید میکنه. این بده به امید آزادی سلطان. خب ریشم واقعا سفید شده و باید هماهنگ شه موه باهاش. حالا ایلان ماسک باید یه چیزی بیاره که کلاگیس هماهنگ شه با پیری خودش کارو دراره. خدمتش بله واقعا. ولی هیت چیز عجیبیه بیبی. یعنی کلا این که به عنوان یه آرتیست هیتت کنن نمیدونم برای من هنوز عادی یکم شده. منم خیلی هیتای زیادی گرفتم. آره برامون عادی شده ولی برای چی باید عادی بشه؟ چیز خوبی نیست که عادی بشه برای آدم. چون ما هم آدمیم دیگه. حالا شما که آرتیستید یعنی این که مثلا فقط چون یه پلتفرمی هست پشتش قایم شدی کسی نمیدونه کی و چی
بری هی کامنت بذاری واسه نه ولی اصلا واقعا آدمایی که هیت اصلا میکنن دارن خیلی. تلاش مثلا یه میکنن. چیز خیلی جالب بهت بگم، یه مصاحبه دیدم یه فوتبالیستی بود مهدی هاشمی نسب. این پرسپولیس رفت استقلال، بعد از اوج لاف به اوج هیت رسید. میگفت من یه روز بودش که مثلا ترکونده بودم، همه داشتن تشویقم میکردن، میگفت به خودم یا تو دلم گفتن یه روز میشه همه این آدما از تو متنفر میشن. هفته قبل دربی رو بردیم، 80,000 تا یادشون رفت اصلا که هفته قبل من 4مین گل دربی رو براشون زدم. بعد کنسرت آلمان که مثلا دیگه با مهران اینا رفتن رو استیج مثلا کلی عشق، یهو دم اون دریاچه یه فاز تخمی به من اومد که یه روز همه اینا هیتت میکنن، فوشت میدن، این لابشون رو مثلا به دل نگیر. و همون شد که دیگه بعد اون قضیه زن زندگی آزادی شد سر من کلی فوش خوردم، دقیقا همه اینا رو حس کردم. خیلی عجیب بود. آره دیگه دارک شد برنامه فان. دارکه. آره دارکه. خب میگه مثل یک موش خسته هستی اوبی گوز. آخه این اصلا چه خیلی اصلا اوضاع حداقل یه موش هیت کامنت خوب خسته. بده. واقعا من یه موش خسته تو جوبای بولوار کشاورزم که ببین از زندگی خسته است، نسخ فقط یه آبر پیاده یه چیزی بندازه تو اون جوب، یه دراگی برم بزنم تو یه توک موش بشم یه توک بزنم و از خستگی در بیام. حقیقتیه بهت دارم میگم. چرا؟ موش خسته ایم. چی شده؟ میگه فیت شدی مجبوری به یکی گیر بدی بی احترامی کنی تا دیده شی. من این کار زشتو کردم تو عمرم ولی الان دیگه واقعا نمیکنم. آخه ولی واسه فیت شدن نی. اون موقع که فیت نشد. آره دیگه. میشه دیگه این دیس و دیسبازی. آخه ولی رپ گیر ندی چیکار کنی؟ بخونم از درخت جنگل. من این اعتقاد ندارم ولی خیلی جالبه رپ. من میخوام توش عشق و ترویج بدم ولی زیادی که به عشق میرسه لوس میشه. دوباره یه فانی میخواد، یه فایتی میخواد. چی میگی؟ نمیدونم. با من تیم ورک هم خیلی آخه بهش اعتقاد دارم که اگه همه با هم خیلی که صبح بعد چیزی میگه ساما میگه بریم رپرای مثلا همه همدست بریم رپرای کره ماهو دیس کنیم. فرض کن واقعا بیان اون وقت دیگه مثلا من و پارسالیپ و شما توی تیم میشید که بریم پارسالیپ مریخی خب من حتما باید اونا باشم. میتونید یه تیم بشید بهترین موزیکار وارد ایران کنید. میتونه ولی خیلی صبر اون کار. شاید سینا سایی زنگ بزنه بگه بسته بگه اسکی نری الهی شکرت. میخوای اینا رو مرور کنم؟ اینا جدیده. مرور کنیم ببین برای امروز کدومش به کار میاد. یه دونه این بده داریم. این بده به امید آزادی سلطان. خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع خیته داریم. بچه بیا پایین کسچه نگو. این خیلی استفاده داره. آره این خیلی استفاده داره. کنی. الهی شکرت. اینم که الهی شکرت. نه من یه پیام دارم برای آقای انصاری عزیز. ببخشید دستم خورد. این هم مثلا برای جو مسابقه است. این میگه که تو موزیک اندازم هیت داده. اپتایزر میخواد بشه من. آقا این اصلا آهنگ جی آدم خجالت میکشه بخونه تو کنسرت. یعنی چی به دماغ یارو گیر میدی؟ ببخشید من چند بار شده واقعا آهنگای جی اصلا داشتم گوش میدم تو ماشین. یکی گفته انقدر خجالت از این عرق شرم بر آدم میاد. شرم ریخته باریم ولی با عشق میگه دیگه آدم. یه دونه دیس خفن میگه کلاگیسه چرا فرقش هر بار یه سمته. این بچه اتفاقا یه نکته تکنیکی داره. فرق خود من یعنی فرق سر کچل من قبل اینکه اصلا میدونی فرقت کدومه یعنی چه عشقم کس نرم که کچل به دنیا نیومدم که از اول یادت مونده از اون زمان. حقیقتی بخوام بگم از سمت خودم بگم یا از سمت بیننده بگم؟ احمدی نژادی بود مال خودم. سمت پس راسته یعنی میزنیش به آفرین. کلاگیسه به چپه یعنی به چپش نبوده اون مرده که من فرقم کدوم بره. آخه فکر کنم اون به خواب موهاته که بعد برعکس که بزنی یعنی مادر کلاگیسه گده میشه. ولی به من الان بگو من اینو همیشه میخواستم در مورد الان میخوای رو سر کچل من بزنی؟ نه من فرقم همیشه این وریه. خب وقتی موام حالا یا صاف میکردم آفرین. الان که یه دختر فری جدید شدم خب این بچه هم ببینن آفرین. یه فرقم اینیه که قبلا خودم میزدم رو موهای دیگمه. خب
این یکیشه. متوجه دارم میشم. اون وریش میخواد بکنی الان؟ این وری هم میشه که بشه. خراب نمیشه؟ نه اینا همش تریکای چیزه. اینا تریک کوزه‌گریه. این ور به نظرتون باحال تر بود یا من فرقشو نفهمیدم. انگار که فیلیپ شدی تو عکس. چیز بود فرقشو نفهمیدی. الهی شکرت، خدای شکرت، الهی شکرت. یه بالا ببینیم بعد. میگه خلص تو خیلی پسر چاق و عالی هستی، مجموعاً پسر خیلی چاقالی هستی. شکسپیر زمان. بچه بیا پایین. تو چرا رپر نشدی؟ خدمت هیتر شدی. ایشون فکر کنم گوت بازه. میگه سپر پشتم ویوت بد نیست تا دهن سرویس. این من میگم از پشتم آخه بسته داره اینو کجا زده. شاید مثلا پشت لباست خفن بوده، مثلا توی خطرناکش اینه که 4 روز حال کرد گفته از پشتم خطرناک. فکر نکنم با لباس حال کرده. ایشون 4 روز پیشم داده دنبال کونمه. نکن داداش. آها میگه وقتی آهنگ میخونی لااقل بگو منظورت هم چیه. الان تو آهنگ اینا یعنی چی؟ صندلی لکسیت رو اگزیت. آفرین، خیلی سوال خوب و مطرح کردی. ببین به نیلوفر برای اینکه پول پرواز بیزینس نده یه هکی پیدا کرده توی سیستم هواپیمایی ترابری هوایی جهان که شما توی اون رو یعنی ردیف، اگزیت هم که یعنی ردیف خروج دیگه، اون اگزیت استراریه لکسیته. یعنی چی؟ یعنی جای پای بیشتری داره که مثلا اگه اتفاق بیفته اگه آدم از اونجا برم. اگه سقوط کرد شما را باشه جلو پات. واسه همین کیفی میتونم نمیذارم. بعد میاد اولش میپرسه شما مسئولیت سقوط رو قبول میکنی؟ منم تو ذهنم هریسون فورد شدم، کمربندام وا نمیشه. اینقدر که من مسئولیت سقوط توی کمر یعنی اصلا مسئولیت همتون با منه. این پس میشه لکسیت دادارو میگه پس میگه صندلی من بیزینس نیست و هنو لکسید یعنی جا پادار. دادارو اگزیت یعنی چی؟ یعنی توی راست میگه دی فارسی فردوسی الان میگه کیرم. میگه صندلی من بیزنسی نیست و صندلی هم عربیه فکر کنم مثلا. نه دیگه به خدا تو هم صندلی ما میگیم صندلی من بیزنسی نیست و هنو لکسید. دادا رو اگزیت لایف استایل بیسیک هنوز فارسیه. هنوز فارسی بود دیدی؟ اونو مرسی که فارسی گفت. هنوز فارسیه. دافه فارسیه. دافه؟ آره فارسی. در حقیقت دیگه هنوز دافه چرک کسخار فارسیه. دوست دارم نمیدونم قاطی شد شماره هاشون با هم. چیه اونی؟ سفالکسین دیگه داروه نمیتونم فارسی. ببین آفرین خوب شد پرسیدی. غلط کردم. میگه دافه چرک دوست دارم آنتی بیوتیکه. یعنی دافه چرکه دیگه. چرک خوشگل میگم. بابا پانچ لاینه. الهی شکرت. بس دیگه خدا بس. یعنی واقعا خوشحالم که هیت میدید دیسشو بدید. هر طوری میتونید بدید. بریم بعدی. چرا این کارا رو میکنی؟ میگه عمو سپی و 500 بدی شهرستانم میاد. راست میگه. میگه از اول گفتم محشید و سپی یعنی نیلو میبنده من میام. ولی نیلو با این قیمتا نمیبنده. اگه 500,000 لیره هستم. آره شما چون قیمتا دستتون نیست. 500,000 11 که با میسته دیگه شهر کوچیک. آقا خب زندگی خرج داره عزیزم چیکار کنم؟ نه اتفاقا الان اومدم دیس خودم رو میخونم. مثل پیکه که دیس خودشو خون توی دیس پیکه. من دیس تو بخونم. من از اون خلصه میخواستم ولی اون تلیس رو دوست. بچه بیا. خیلی خوب گفت. من عاشق تلیسم ولی آقا آدم باید دوست داره بگی دیگه. چرا من بگم نه من موزارت گوش میدم؟ خب آقا من تلیس حالا 20 هم تجسم نکن که من تلیس گذاشتم هنوز. خاطرات قیچی میزد با خاطرات اونجوری هم نیست. بیشتر فیوچر داره میگه واقعا بیاریم میگه رابین again
drinking the lean again. I know what she is. Filipino, Korean, rubbing وقتی اینو گوش میدید مثلا از این آدم های اصلا شیطانی آهنگ میگه. مهمترین جاش اینه که لیریک هم داره این قسمتش. خب بریم هیت بعدی. میگه کارکس مو از کجا در آوردی؟ من هر روز دارم کچل‌تر میشم. به امید تماس بگیر. چسب و فراموش نکن. ولی واقعا تکنولوژی میتونیم شما رو اطلاعات امید و این زیر رد کنیم بچه‌ها خودشون خلاص کنن. برید هر سوالای امید. بعد یزید اگه شبخیز بود میرفت با یارو مصاحبه میکرد در حد کانتنت که آقا شما امروز چند تا کلاگیس زدی فلان اینا، امروز با شهناز جون دکتر فلان. بعد کل کانتنت همین عده بود. خار بود. بعد عیدو تبریک میگفت همیشه هم عید. آره. بعد عیدو تبریک میگفت. والله نسخ برنامه‌های عیدش. نسخشم. از همینجا هم بگم مصاحبه با امیر قاسمی و بچه‌ها مسیج بدین انجام بشه. من نسخ مصاحبه با امیرم. امیر. شما بینندگان عزیز انشالله که خوب و خوش باشید و منتظری تا برنامه این هفته ما رو ببینید. خب خدمت شد که میگه استعداد ریدن آهنگ به آهنگ عالی بهتر از تو وجود نداره. حقیقتش هم یادته یه آهنگ بود مهدی جهانی میخوند علیش مس میومد همه هیت میکردن. کدومه؟ یادم نیست ادیتو و همه میگفتن که علیش، ولی تو از اون آهنگ الان فقط علیش مس ورس اون یادته چون انقدر راجع بهش صحبت شده واسه همین خوشحالم. درود به علیش مس ورسش هم خوب بود تو. ریدی بابا مفید و مختصر واقعا ریدم. کاش میشد دختره رو بزنم رو 1 و 5 بابا بزن رو 2 1 و 5 کمه. یه سری هم گفته بود که نت هم تموم میشه تا نیلوفر حرف بزنه. من خیلی دیده بودم. ولی اوکیه بزنید رو سری و 3 من خودم از وای میزنم خودمو. انگل صوتی گفته یکی. انگل صوتی یعنی که من تو چه هیتیه؟ یعنی من یه چیزم هیت باید مفید باشه واسه طرف دیگه. من یه پاراسایتم که تو فضای صوتی میرم تکثیر میشم و گوشای همه رو پر میکنم و انگلی رشد میکنم. ولی دارم از خون جامعه این انگل صوتی کنم. مستر پری دریایی. اینو من یه مونولوگ راجع به پری دریایی آماده کردم. میخوام بگم ببین قصد کلن اون حرکت پری دریاییه، حالا رو به جدن که هالووین بود یه تابو شکنی بشه بگیم آقا لباس زنونه بد نی به خودی خود. چرا باید فکر کنی که زن بده؟ یعنی مثلا میگم پرنس فلانی یا مثلا پری، میدونی؟ یعنی یه حالت این که یه جنس دویه، میدونی که بده. مثلا چرا باید یه مرد اگه لباس زن بپوشه خیلی دارک باشه ولی اگه یه خانوم بیاد با کت شلوار خیلی عادی باشه؟ یعنی میدونی این نگاه دو قطبی که به زن و مرد دارن یه نگاه دارکی به زنده. مثلا تو همون داستان محمود فکری که من میگم میخندی، مثلا اون میگه متاسفانه مفعوله، یعنی مهم گی و اینا نی، مهم اینه که بکنی یا کرده بشی. یعنی دوتا جنس فاعل، همه زوج چیزای ما، جنسیتای ما اینجوری دوتاییه، دوگمی دوتاییه، دوگانه کثافته. مثلا میگه که جنس فاعل پدرسالار کننده، جنس مفعول جنسی که همیشه باید مثلا پروتکت بشه، مواظبش باشن. مفعول این معنی رو میده؟ نه مفعول که یعنی اون که کرده میشه در حقیقت، یعنی فعل کننده است. یعنی چی؟ تازه فهمیدی حاجی محمود چی میگه؟ نه آره دیگه نمیدونم. مفعول چه میدونم؟ مفعول ایشون داره تدریس ادبیات میکنه. ولی حالا میخواستم یه گریزی بزنم. تدریس نکنه اینطوری. یه گریز ریزی بزنم از این داستان پری دریایی به داستان آهو دریایی که همین خانه بود که لخ شد توی آره. و به نظر من اون اعتراض، حالا من در حد خیلی کثافت، در حد خیلی والاتر شجاعانه اومد اعتراض کرد به دید مردای سنتی به زن که آقا تو باید بپوشونی خودتو. اومد گفت آقا چی میترسی؟ می‌بینی؟ به نظر من اینه دیده. یعنی ما باید نگاهمون رو کلا به زن عوض کنیم. یعنی این دیس نباشه که بیای به من بگی پری دریایی. من که دارم نمیشه، ولی آره یعنی انگار داری میگی پری دریایی یه چیز ضعیفه، تو هم آره ضعیفی. یعنی تو مثلا دیدی پسرایی که ابرو برمی‌دارن یا یه ذره مثلا حالا گیان یا چی شروع میکنن توی کامنت گاییدنشون که مثلا نه زشته. یعنی نه که زشته، باید یه ذره دیدمون رو بازتر کنیم از دید من. آره این کنترل کردنش به عنوان اینکه تو یه جنس ضعیف‌تری باید محافظت باشیم وگرنه جامعه به گام میره، من به نظرم باید یکم
حالا نمیگم هر کس ببین هر کوچیکترین استفن ورداره یه چیزی رو تو خودش درست کنه که دیدگاهش عوض شه it's gonna be و خیلی بهتر شده. من احساس میکنم خیلی دیدا باحال شده. این نسل جدید خیلی باحال، ولی برای پیر پاتالایی مثل خودم میگم، دایناسور مثل خودم، ولی جدا از این هالووین بود یزید رای گیری کردیم خودتون گفتین. حالا نظر راجع به تابوشکنی گلشیفته چی بود که ممرو؟ چیز خفنی بود، خیلی پاورفول بود مسیجش. خیلی که مثلا نگاه کنی به این بیشتر از این بود که لخت شده. آره آفرین. من خیلی میبینم bigger message for اصلا ایرانی for humanity. به نظرم یهو نگاهتو میبره به یه جایی که مثلا شاید به صورت عادی با اون شوکه رو نیاز داری که دقیقاً میگه کاش خلسه خفه میشد 2 دقیقه. اتفاقا سفر خیلی حالا نمیخوام مثلا تعریف 2 دقیقه خفه میخوام و بزن اگر تعریف بزنم. خداییش سفر کلا خیلی همیشه حرفای قشنگی واسه گفتن داره، خیلی اینفوهای خفنی داره. یعنی من خودم حال میکنم باهاش حرف میزنم، پر هر چی دلت میخواد حرف بزن. 2 دقیقه هم تموم شد. آره. میگه صدای من از خلسه مردونه تره. یه بالا ببینیم بیایم راجع به اینم میخوام چیز باحال بهتون بگم. راجع به این میخواستم بگم که صدات میگن 2 جنسه هست. حالا جدا از زن ستیسی شو ایناشو کار ندارم، کسچره. از نظر تکنیکی به نظر من خیلی به نفع من تموم شده این. به خاطر اینکه اون موقع همه صداها کلوفت بود تو رپ. آره. و این باعث شد که یونیکی خاصی بیاره. ولی خب بعضی موقع بیس خوندن برام خیلی سخته. مثلا ما 1/4 ببخشید اندازی صدا خسرو بشه بگی ولی واقعا اول صبح باید شروع کنم. آرتا چجوری میخونه؟ میگه داره نیستم. آره ولی از اینجا تا استفاده کنم آره نیستم. آره نیلوفر نیستم. حالا ولی سبک خودت مثلا این کارو بکن. میدونی من میتونم چیکار کنم؟ من میتونم مثلا بعد تو اگه مثلا یه روز خدای نکرده جدا شدیم مثلا دیدی تو نیلوفری همه گلای دیگر هم بگیرم، بوز نکن، همه گلای دیگر رو ازدواج کنم. مثلا بعد تو لاله، بعد میخک داریم. گل هسته چه گلایی؟ این گل دیگه روز داریم. یاسمینا خیلی آدمای لاشیه. یاسمینا آدمای لاشیه. ببخشید یاسمن ای عشق من. به خاطر اینکه بچگی بهشون گفتن یاسمنگولا، بعد با چیز بار اومدن. بابا حالا همه یاسمن رو تو کامنت هیت عاشق یاسمن. یعنی خودت واسه خودت کامنت هیت میخری. یاسی جونا منو ببخشید من گوه خوردم. یاسیانی. ولی نه باحال واقعا که صدات اون 2 تا تونو داره کلن. چون مثلا بعضی جاام که خیلی دیگه نازکش میگن تو دیگه میبینی سمتتونی سپر سهنجرم دیگه من. آره 4-5 تاشم رو نکرد. اگه خواستید بگم رو کنه. خب میخوای تو هم یکم دیسای خودتو بخونی؟ دیسای من همش شل حرف زدن و معتادی. چرا میگم معتادی؟ چون مثلا همین صدام خیلی شل حرف میزنمه، ولی کلا این نمیدونم. خب دیگه طرز حرف زدنمه. من مثلا خیلی آدما میت میکنم طورای مختلف صداشون، توناجش یا یواش حرف میزنن یا تون حرف میزنن، ولی اصلا این حرف که بیای بگی خب بزن مثلا روی 1.5. بعضیا خیلی تون حرف میزنن. من ناراحت نمیشم چون بچگی همینطوری حرف میزنن. آره مثلا آقا میساقی دی چقدر تون حرف میزنه. کمش فکر میکنم از شیرازی بودن میاد. یعنی شیرازی همه اونجوری حرف میزنن؟ نه ولی آره چون حرفا کشیده تر گفته میشه تایم بیشتری طول میکشه. ولی حالا من فکر میکنم یه پارتش از اون باشه. فکر کنم خیلی از شیرازی‌ها اعتراض کنن به صدامه دیگه چیکار کنم. مثلا آقای میساقی دیدی چقدر تون حرف میزنه یا فردوسی پورینا. اونا با تو یه پادکست برن به نظرت میشه؟ مثلا من یادمه بچه تر که بودم یه دوست داشتم و یه بار در اومد اینطوری بهم گفت یه ذره محکم‌تر حرف بزن. گفتم نمیخوام، من این شکلی حرف میزنم مثلا دیگه. خب منم اینم دیگه. به افتخار الهی شکرت، به افتخار تمام اونایی که لش حرف میزنن، شیرازی ان
آره بابا. و بله حال میده دیگه، هر کی باید باید فرق داشته باشیم. شیرازی‌ها واقعا فرق دارن. ببین به نظرت مثلا کاهو رو با ترشی میخورن، به نظرت اون مایش سالاد شیرازی همه جای شیراز همونقدر ترشه مثل اون جوری که شما اون کفش که میمونه ضعف و سوراخ؟ تازه شیراز بیشتر آبقوره که خود آدم‌ها دست آبقورای کف با به اون آبقورا رو بخوری اصلا لیمو نیاز نداری، لایک ترشه. اینایی که سوسول بازی صدف مدف میزنه میکنه تو پاچه ما تو خارج از ایران. صدف چیه؟ یه برند فکر کنم آره ولی مال طاهریانه. نه واقعا یه آبقوره دیگه دارن، ولی مال طاهریان آبقورای کمپانی اینطوری همشون شیرینی دارن. خب خوبه که یه ذره سبز اد کنی که فقط از اون مزه آبقوره رو بگیری. میدم سوراخ شد بهش فکر کردم. وای بچه نسق ساده شیرازی شدم. اوف غذای ایرانی. شراب هم میندازن تو شیراز خودشون؟ بچه آره همه کارن. دوزی کوالیتی میده. همه چی رو بسته شدن. انگورای خفنی داره. باقا لازم. باقا شراب دستساز میندازن. ببین بچه‌ها دارن. فوت میشی نکنین اگه اشتباه میندازین. نه خودشون بلدن بابا. این ما نسل در نسل اصلا شراب شیراز داریم، تو چی داری به ما میگی کور میشی؟ آخه اون موقع جمهوری اسلامی نبوده نه که. شرابو خیلی بلدن، یعنی بعدش هم اونقدر خودش الکل فکر کنم آره گایش نمیشه. میگه پسر قدیر شنیده بودیم، پسر مریم نه. پسر چیا؟ پسر بدی؟ پسر قدیر دیگه فکر کنم آیسان اسلامی میشه. ولی پسر مریم داستانش اینه که مسیح اشاره داره دیگه مثلا. بعد میگه بعدش هم پسر مریم عیسی بود نه سپر. اینا رو تو 2 تا کامنت چرا گفته؟ آره ولی خب کل پوینتش اینه دیگه که من مثلا عیسی واسادم توی این آلبوم. بله فهمیدیم دیگه صلیبم که شامپوش رو چون که میکشی صلیبی به اون خیلی میکنی. آره خیلی بعد بده نشستی اینو اصلا کسی ببینه ناراحت میشه. خدمت تشکر. اینم خیلی میگیرم این الان مادرشه یا زنش. اوه شوگری پس چرا پول نمیدی؟ آخه تو هم لامر بیبی فیس. بیبی فیسین به نفعم داره تموم میشه. به نفعم تموم نشده. چون الان که مثلا 40 سالمه هم فکر میکنم 25م. یعنی 40 هم نیستی نزدیکم. چندی؟ آره 36. میگه کچل بودن تو بیشتر دوست داشتم. بعد میگه تو از 10 نفری هستی تو دنیا که کچلی بهشون نمیاد. من فکر کنم یکی جیسون استاتهام نمیاد. نه مو بهش نمیاد ببخشید اشتباه گفتم. خیلی اوضاع میگه تو از 10 نفری هستی تو دنیا که مو بهش نمیاد. همون اونای کچله که میان میشن دیگه. خب آخه ما جیسون استاتهام با مو رو مگه دیدیم؟ نه ولی چیز آقایی بد میشه. امیر آقایی منم حدس میذارم نه. کچلای تاپ کیان؟ اون چیزه فورنس. او عمو جانی با مو. عمو جانی با مو رو دیدی؟ مو خیلی بده. بذار سرچ کنم ببینم. عمو جانی اونجا مثل قبلا بوده. عمو رو پیدا کردم عکسشو با مو خیلی بده. جانی سیزم به لیست اضافه میشه. خب میگه اوشه خیلی دارکه. خواهی با این خدافزی کنیم دیگه. آره دیگه بگو بدترین رو بذاریم واسه آخرین پس. میشه حرومزاده تر خودش اونی که اینو پشتیبانی میکنه و کاراشو پخش میکنه. شما رو میگه با شما بود. خیلی دارک بود. خیلی اوضاع خیته. خدمتشه که خلصه رید تو موزیک. من امیدوارم این قدرت داشتم که برینم تنهایی تو موزیک. آره میگه صدای خلصه رو فاکتور بگیریم آهنگش گاده. آخه چطوری یعنی چی؟ وایسا تو داری میری. خب صدا نمیتونه آهنگ نه فیته دیگه مثلا یه آهنگ دیگه است که ورژن بدون منشو تولید میکنن با هوش مصنوعی کثافت پدر سوخته. آدم وقت بذاره همین انرژی رو بذاره رو کسی که دوست داره بره برای اون کامنت خوب بذاره چون که اون آره میگه تنها کنسرتی که حتی تو ایران هم بود نمیرفتم دیسمو داد. خداییش. حالا به نظرت من این ایران کنسرت بذارم کسی میاد؟ آره چرا نیاد. میگه کنسرت کجا بوده بابا؟ یه سالن اجاره کرده 300 تا احمق رو دعوت کرده همین واسه همینه. خب آخه کنسرت اصلا یه سالن اجاره میکنی یه سری کسخل دعوت میکنی میان دیگه. چیکار باید بکنی؟ از چی به چی رسیدیم؟ مثلا از بانو هایده رسیدیم به سبی خاصه. مثلا این خطی که کشیدی از اونجا به اونجا از چی به چی رسیدیم؟ آخه قبلا هم بگاهی بوده مثل من همه که ویگن نبودن که حتما یه کسکشی هم اون موقع داشتی ترک
البته نمیدادن دیگه، اون موقع فاخر بوده موزیک. یارو مثلا 20 سال میرفته کنسرواتوار کسشهر که مثلا یه نوت یاد بگیره. ولی خب حس تو نمیتونی. الان تو این حسی که بگی ا بی پلن نوک نیپل دو برابر، میدونی تو چجوری میتونستی اون موقع با نوت بگی نوک نیپل؟ مثلا نمیتونی. الان بازی داشت هر چی که تو جامعه میتونه حسشو بگه. به نظر من موزیک یعنی این. چرا باید حتما چیز فاخر باشه که بیاد بگه شاهکار بینش پژوه فقط بزنه؟ اونا هم خوبه. ولی من کلا میگم آدم باید یکم رنج آهنگ گوش دادنشو باز کنه. مثلا فقط رپ فارس گوش نده، همه نوع سبکی گوش بده، خوبای اون سبکو پیدا کنه و اینطوری. خیلی موزیک چیز خفنی آخه. با این دیگه میخوام تموم کنم. میگه مشتی یه سال از سورنا بزرگتری، تو کجا سورنا کجا؟ رسیدیم تو این جهان تنگ بنا شده، این ارواح مغروق مردگان رها شده. خب بچه دمتون گرم، مرسی، امیدوارم خسته نشده باشین. love you all. بای خب خوبه، فکر میکنم خوبه. خب بریم.